ما احساس کرده شدیم که طبیعت تاجیکستان، امکانیت‌های توریسم در تاجیکستان خیلی فرق است. حتی اگر مقایسه خیلی کوتاه نسبت به زمان شوروی کنیم، مقایسه یعنی آن زمان به تاجیکستان سالانه 2 میلیون توریست می‌آمد و اینها از هر بیشتر از البته از جمهوریت‌های شوروی بیشتر می‌آمدند. برای اینکه تاجیکستان اینجا جای خیلی خوب برای راه بود و بسیارشان برای هم آفتاب‌خوری، هم میوه‌های لذیذ را چشیدن، هم آشنایی با تاریخ و تمدن جمهوری ما می‌آمدند. و همین را ما ادامه داده نبوده است. لیکن چند کشمکش مشخص است از طرف مرکز ما. برای ما می‌خواستم این را به شما رسانم. و یکی از چیزهای خیلی مهمی که هنوز متاسفانه در جمهوری ما قدر رشد نیافته است، این مسئله خدمت رسانی است. من می‌خواستم به جوان‌ها مراجعه کنم، برای اینکه جوان‌های ما که بیشتر یعنی بسیار نیروی عظیم دارند، می‌فهمند دارند، بیشتر مسئله خدمت رسانی به اهمیت دادن در کار، برای اینکه اینجا با مسئله خدمت رسانی خیلی حساس هستند. در مسئله خدمت رسانی می‌خواهند که خدمت رسانی در درجه عالی باشد. اگر ما توانیم این خدمت رسانی را پیشکش کنیم، البته توریست‌ها را ما بیشتر جلب کنیم. سیاحان برنامه دولتی که از جمهوری تاجیکستان امیده شده است و 3 لویه اینوستیسیونی که عین زمان از جانب کمیته جوامع ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با کمیته دولتی سرمایه‌گذاری یعنی با فهرست روی خط لویه اینوستیسیونی تولید کرده شدند. زیاده از 300-400 میلیون دلار تشکیل می‌دهند و این زمان ما در جریان بررسی این لویه هستیم. طبعا معلوم است از روی تحلیل فیلشناسان و سازمان جهانی توریستی از هر یک سیاح و طبع میلیونه $500 آمریکایی حساب کرده می شود و در این دوره یعنی از سال 2010 در دوره عملی گردانی برنامه رشد توریسم برای سال‌های 2010-2014 و 6 سال 2015 که علاقه حس کرده است که یعنی نسبت به همین دوره سال 2014 یک مرتبه شماره سیاحان زیاد شد و بر سقوط ملی کشور نسبت به همین دوره سال 2014 $70 میلیون دلار زیادتر شده است. اگر تاجیکستان را در مقایسه با شتلندیا بگیریم، هرچند این کشور به مراتب خردتر از تاجیکستان است، اما سیاحی را خوب استفاده کرده درآمد سالانه‌اش از این ساحه 8 میلیارد را تشکیل می‌کند. پس همین توقع را می‌توان از تاجیکستان نیز داشت، اما تنها در آن صورتی که مشکلات انفراستراکچوری برطرف شده، جامعه شروع از دهقان عادی تا به منصبدار به خاطر رشد این بخش جلب گردند.